سلام دوستای عزیزم، خوش اومدیم به دومین جلسه از آموزش اصول حسابداری. امروز قراره یکی از پایه‌ترین مفاهیم حسابداری رو یاد بگیریم که اگه درست درکش کنی کل حسابداری واسط راحت میشه. خب مستقیم بریم سر اصل مطلب. معادله حسابداری چیه؟ حسابداری روی این معادله خیلی ساده بنا شده که میگه سرمایه به اضافه بدهی مساوی است با دارایی. حالا این یعنی چی؟ بذار خیلی ساده برات توضیح بدم. دارایی یعنی هر چیزی که مال ماست و ارزش داره، مثل پول نقد، ماشین، زمین. بدهی یعنی پولی که باید به کسی پس بدیم، مثل وامی میمونه که از بانک گرفتیم یا پولی که هنوز به یک فروشنده بدهکاریم. سرمایه هم سهم خود صاحب کسب و کاره، یعنی اون پولی که اول کار آورده یا سودی که توی کسب و کار مونده. یه مثال بزنیم. فکر کن میخوای یه کافه بزنی. برای شروع 100 میلیون سرمایه میاری. پس سرمایه‌ات میشه 100 میلیون. بعدش میری از بانک 50 میلیون وام میگیری. بدهیت میشه 50 میلیون. حالا با این پولا یه مغازه اجاره میکنی، تجهیزات میخری، مقداری پول هم تو حسابت نگه میداری. اینا میشن دارایی‌های تو. حالا اگه همه‌شو با هم دیگه یه حساب و کتاب کلی بکنیم، سرمایه‌مون که 100 میلیونه، بدهیمون هم 50 میلیونه. وقتی با هم جمع بشن دارایی ما چقدره؟ 150 میلیون. می‌بینی همیشه این معادله باید برقرار باشه. چرا این معادله مهمه؟ چون به کمکش میفهمیم پول از کجا آمده و کجا رفته. بدون این معادله حسابداری بی‌معنی میشه. پس یادت باشه همیشه بین دارایی، بدهی و سرمایه یه تعادل وجود داره. حالا توی ویدیوی بعدی میخوایم ببینیم چطور این معادله تو سبک حسابداری استفاده میشه و حسابها چطور دسته‌بندی میشن. پس حتما سابسکرایب کن که ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. سوال امروز، فکر کن یه مغازه داری. به نظر چی میتونه جزء دارایی ها و چی جزء بدهی ها باشه؟ تو کامنت ها برام بنویس.